دوست داشتنی و مهربون که همراه ما هستید. میخواستم یه موضوعی رو بهتون بگم. اونقدر که ما فکر میکنیم فضای مجازی بد نیست. میخوام سایتی رو بهتون معرفی کنم که از طریق اون بچه‌ها هم میتونن با کدنویسی آشنا بشن، هم میتونن دایره نقاطشون رو افزایش بدن و هم میتونن توی اون سایت برای خودشون یه حساب کاربری داشته باشن، کدهاشون رو به اشتراک بذارن و از نظرات بقیه بچه‌های دنیا که توی اون سایت حساب کاربری دارن استفاده کنن. اسم این سایت نکات هستش که توی کپشن آدرس سایت رو براتون میذارم. در ادامه هم دو تا از دانش آموزای ما رو می‌بینید که توی این سایت حساب کاربری دارن و کارهاشون رو به اشتراک گذاشتن. خب فالوورات رو ببینم. بیشتر شد. 7 تا شد. همین الان 6 تا بود که. 7 تا شد. آفرین. میدونی کدوم اضافه شده؟ نمیدونم. گلدن 101 بود. فکر آرتش 5 تا اونم بود. اینم تاپل تاپ. این فکر کنم اضافه شده. اینم فکر کنم اضافه شده. اینقدر کارات خوبه دیگه. چیزای قشنگ کشیدی. میان نگاه کنم ببینم ببینم. میشه بستنی یخ بستنی عروسکی تو به من باز نمیشه مثلا اینو واو مثلا گفته کول اینم گفته کول. آفرین. چقدر چیزا کشیدی. آفرین. بچه شما حساب کاربریاتون رو با کاراتون پر کنید. خب درست کن یه دونه. آره همون آقایی که کچلش کردی یه دونه ایمیل هم درست کنه مثلا در مورد مثلث سوال پرسیدی. حساب کاربری شما رو آخه شبیه خودم. آره چقدر شبیه خودته ببینمت. آره شبیه خودته. خب چقدر خوب کشیدی میلیون خونه. آفرین خیلی خوبه. 21 روز پیش 17 روز پیش. خب فالووراتو ببینم. فالوور گفتی داری؟ ببینم کدومش پرستشه؟ آها آفرین راستی کاراشو رو میبینی؟ آفرین چقدر خوب. چیز هم داشتی؟ کامنت هم داشتی؟ کامنت یا لایک هم داشتی؟ ببینم آفرین چه خبره. چقدر خوبه. خیلی خوشگل کشیدی آخه. اصلا خیلی خوشگل کشیدی. آفرین مرسی.